آره دارم میرن به استقبال عید نوروز، اسفندشونه. چند یورو در ماه. برای یوتیوبمون هم بنویسیم برای وانه. اگه صبح رو اینجوری شروع میکنیم تو آلمان وقتی به اتوبوس نمیرسی. هالو دماغه میخندن بهمون. زلفامو نگه دارن. صبح بخیر بگو. سلام بچه سلام. دیرمون شده. صبحتون بخیر. کی هستی تو؟ نگفتی که. من اصلا منم نیما همو به کانال اصلی ما خیلی خوش اومدین. بزنیم با هم بریم هامبورگ، یه سری داستانا داریم. اگه بتونم موی خودم رو با خودش ببندم خیلی خوب میشه. خیلی هم سرده بی هیچ دلیلی. صبح 5 درجه از ظهر 15 درجه. آدم نمیدونه چی بپوشه. نشستیم منتظر اتوبوس هامبورگ. با خودش بستی خوبه. آره. از اینا یا از موهات به عنوان کشمو هم میتونی استفاده. آره از اینا نه اینا بگیریم. از اینا چی هم؟ از اینا بگیریم توش زندگی کنیم. مثل یاد اونایی افتادم از روستا جمع میکنن شهر برن مایحتاج بگیرن. همچی حالا دیگه بریم شهر. آره توی این ولاگ همراهمون باشین. امروز ببینیم کجاهای هامبورگ رو میتونیم با هم ببینیم. آره اصلا میخوام ببرم تارگتاش رو از نزدیک فیل کنه. دیدی چقدر انگلیسی بلدم. ببرم نمایندگی اپل گوشی ها رو نگاه کنه، بفهمه آیفون 16 پرو مکس به درد نمیخوره، گول تبلیغات رو نخوره. همراهمون باشین دیگه. لایک هم همین اول ویدیو یادتون نره. بچه ما رسیدیم هامبورگ. آره اومدیم هامبورگ نشستیم یه کمی یخمون باز بشه. گرم تو آفتاب. یه کمی نشستیم و یه کارایی انجام بدیم. از ماشینا لذت ببریم. چه خبر دیگه؟ کجا داریم میریم؟ هامبورگ استان ما نیستش، یه استان دیگه. این خیلی شاد و خوشحال مثل شهروندان آلمانی داریم میچرخیم تو هامبورگ. یکی دو تا کار داریم، چند تا فروشگاه می‌خوایم بریم. گفتیم شما با خودمون همراه بکنیم. یکی دو تا از بچه‌ها لطف داشتن گفتم ببینیم، همون یه برنامه ریختیم که ببینیمشون، ببینیم چیا میشه، چه اتفاقاتی میفته. بریم کجا الان؟ مغازه نیویورکر بریم، جک ولفسکین بریم. بچه‌ها فروشگاه‌های کوهنوردی ابزار تجهیزات خوبی دارن واسه اینکه بتونید تو شهر خودتون رو به در ببرین. اینه که جک ولفسکین یکی از برندایی که تولیدات کوهنوردی داره برای پوشاک زمستونه توی شهر خیلی بادوومه. یکم که نه خیلی گرونتره. شاید هر یه تیکش به اندازه یک دست لباس باشه ولی هم دوامش خوبه هم کیفیتش عالیه. بریم ببینیم توش چه خبره اصلا. خیلی هم سرده. بریم فروشگاه و این ایستگاه قطار رو معرفش کنیم. بلند میخوام. خیلی بلند. کاپشن خیلی بلند میخواد. خیلی بلند. از این اتوبوسا چه باحال. دوست دارم یه اتوبوس 2 طبقه بشه. از طبقه بالا بیرون رو بریم. اینوری بریم. این همون ایستگاه معروف هامبورگ دیگه. این ایستگاه قطارش خیلی معروفه. خیلی تفریحیه. اتوبوس 2 طبقه اون بالا بشینی جلو. جای راننده. آره. رانندگی دوست داری؟ هامبورگ گردی. آره. نه بالا دیگه. پایینه. خب تو ادای راننده رو در بیاری. ایستگاه خوشگلش هم ببینین شما. دل بچه برای شهر و آدم تنگ شده بود. اینجا ایستگاه هامبورگ. ایستگاه خوشگلش هم بهتون نشون بدم. قطارهای تندروش. لوازم آرایشی فروشی کاری نداشتیم؟ به نظرت من لوازم آرایشی فروشی کاری دارم؟ کلن فکر نمی کنم. گوشت هم جالبه توجه.
هیچ یا ندیدم از این کلاها بذاره تو آلمان. کلاه گوشدار دوست ندارن؟ چون سوژه مالتسرام شده بود اصلا همه این نگهبانا و مالتسرام. خدایی ایستگاه قشنگیه. آره خفنه. هوام هوای عالیه. هوای بهاریه. اول بهار فروردین. یا پاییز. جدیدن پاییز هم خیلی زود سرد میشه تو ایران. برف اومده دیروز. بریم. آره منم شنیدم ولی کلاردشت برف اومده. رو هزارم برف اومده یکم. ولی ننشسته. آها چقدر اطلاعات دقیقی داری از شمال کشور نقطه به نقطه. قلبم اونجا میتپه. مثل میوه نارنج دل من هنوز تو شهسواره، توی جنگل پاییز نشسته عروس 2000. آره اینجا یکی از بچه‌ها گفته بود ببین چقدر آزادی داستانای خودش هم داره. هر کی شاید شخصی کوچکترین اجتماع سلیقه‌ای، یعنی 10 نفر به یه موضوع اعتقاد دارن میان اونو تبلیغ میکنن. مثلا یه دینی بود، دین ماکارونی، تو دولت آلمان ثبت شده یه سری اعتقاد دارن ماکارونی رو میپرستن. اینقدر دیگه آزادی هستش میگه هر چیز ماکارونی واقعا پرستیدنیه. ولی حالا کلا دارم میگم یه آزادی به این فرم رفته. حتی مثلا دفعه قبل اومده بودن هامبورگ، اون بر طرفدارای فلسطین و اینا واسه خودشون مشغول بودن، این بر مثلا اونایی که مخالفش بودن این وسط هم پلیس ضد شورش بود برای کنترل. خیلی جالب بود واسه من، فضا رو باز می‌ذارم. گولیای کریسمسی، مغازه کریسمس فروشی. همه چیش کریسمسیه. بریم ببینیم چه لیوانای کریسمسی با شکلات. 55 گرم شکلات داره. چند یورو؟ 6 یورو. اینا جاشمیه؟ آره اونقدریشو بخریم برای کریسمس. کوچولو برای کریسمس. زشته دیگه، یه دونه کاج کریسمس داشته باشیم که. اینا تزیینات درخت کریسمس. این مثلا 2 یورو. یه درخت کریسمس چقدر خرج داره به نظر؟ 100 یورو کوچولوش. آها خود اینم یوروییه ها. میوه خشک ایلیا. میوه خشک خوردنی که نیست. نه خوردنی هم مگه داریم؟ از این میوه عروسی ها برای تزیینات باید. احتمالا خدا به باغ پرتقالتون برکت بده است. شمش گوگولیه چقدر؟ من مریض شمم دیگه، یعنی شم نباشه نمیتونیم. من اصلا خیلی شم دوست دارم. من شم روشن تو شب آدم باید فقط شم روشن کنه. باید با نور شم بگذاره. لامپو باید بیخیال شه. چند ساعته؟ چند ساعت؟ 52 ساعت. نه خوب نیست. 70 ساعت. از لیدل میخریم 1.5 یورو 32 ساعت میمونه. امروز میخوایم تازه واسط بابا نوئل هم ببینیم. بابا نوئل واسه ما یه چیزی فرستاده. بابا نوئل که تو ویدیوهای قبلی صحبتش بود قراره برام هدیه بفرسته. شرمنده‌مون کرد فرستاد. قراره بریم از بابا نوئل هدیه بگیریم. با ما همراه باشید. اینا کیان؟ این چه گوگولیه؟ اینا کجا استفاده میکنن؟ بچه ها ما رو راهنمایی کنید. آره امونم مسلمان بیم نه مسیحی ندانی میشنه. نه من دلم میخواد بخرم. خیلی خوشگله. رسوار کریسمسی. برای این بچه باید یه قلک هم بگیرم. قلکاش خیلی احمقه.
چرا قلک‌ها رو توی خارج خوک میذارن بچه‌ها؟ همه قلک‌هاشون دیدم خوکن. چون چاقه پول بیشتر توش جا میشه. یه سری برندا احساس رو میفروشن. لگو یکی از اونها. یه سری طرفدار پروپاگورس داره. بچه‌های لگو باز یه کامنت بذاریم ببینیم چه خبره. آخه چجوری واقعا یه سریا به شدت بهش علاقه دارن، کلکسیون دارن ازش. چرا؟ نمیدونم. بچه‌ها بنویسیم. آره لگو بازها بنویسیم. الان یکی میگه اون لگو واسه فلان مجموعه است. خاکم تی سر اونجایی نمیدونی چه خبره. توشم ببینی کارمندای لگو هم باحال بود. به موسیقی خیابونی. استایل باحالی دارن. آره از ویالونسل داره یه استفاده دیگه میکنه. فقط مشغول نواختنه. احوال ببین یا ابوالفضل سفورا بیا اینور اونجا فروشی نیست. بیا از اینور این اونجا نه. یا کجاست؟ مانگو 179 یورو پانتش. شای جک اند جونز. آره اول بریم. بچه این فروشگاهایی که آهنگ میذارن هم نمیتونیم ویدیو بگیریم، کپی رایت میخوره، ولی قیمتاش بهتره. نباید باشه. واتر ریپلینگ میگه دافع آبه. چیزیه که خودش میگه. دفع بکنه خوبه دیگه. دفع بکنه که بهتره، مثل پوست اردک آب روش سر میکنه. بادم نمیره. روزای اول خوبه. چون فروشگاه نیویورکر یه سری از رفقا اومدن خرید کردن، میگن قیمتاش خوبه، جنساش هم دانیال ذوق کرده بود اینه بگیره. این؟ آره این برای خودش؟ آره حالا مردونش هم هست. گو بیا اینو بگیریم بریم تو کمپ بپوشیم 2 نفر. هم آلین داره. بافتاش چه باحاله. 17 یورو زخیمه. یه توصیه مهاجرتی، دوستانی که قصد مهاجرت دارین از این لباس بیاستینا نگیرین، مخصوصا برای کشورهای اسکاندیناوی سرد. آره منم فکر میکردم دارم میرم میامی، یه نه اینا گرفتم باد نیویورک اذیتم نکنه. صحبتشو نکن. اگه گرما مد نظرته. این فقط یه بدی که داره کلاه نداره دیگه. زیبایی هم مد نظرم. این کلاه داره. زیپاش هم زیپای ضد آبه. چه خوشگل. چند؟ واقعش که بد نیست. 35 یورو. آره. راحتیش چطوره؟ افتضاح راحته؟ افتضاح داغونه. این چه پالتو قوی و خوبیه. چند؟ 50 یورو. از بچگی تو این فیلم های آمریکایی اینا رو میدیدم، این کاپشن خلبانی ها دوست داشتم.
خوشگلن ولی استایل خاصی میطلبن. بابا باید یه دونه از این کفشای دکتر مارتین بپوشی، باید یه شلوار جین آبی، یه تیشرت زیر این بپوشی، لاتی سیگار برگو بذاری اینجا. کفشت هم از این جای بهتر بخری. چیز مورد علاقه خانوما رو پیدا کردم. از این کفش گوگولی ها 6 یا 7 تا دونه هاسکی داشته باشی، ببندی این سورته میگن، سورتمه میگن، ببندی به سورتمه اینا رو بپوشی سوار شی. لباس شب، جینگیل وینگیل، برقی. نه خوشگله. بچه‌ها نیویورک مغازه خوبیه به نظرم، میشه ازش خریدای خوبو به صرفه کرد. اپل استور کجاست؟ بریم آیفون 16 پررو رو ببینم. مستنگی بلستیکو ببینید، عشق کنید، روشن بشه، قال 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 بکنه، عشق کنید. خوشگله. بچه‌ها من این خیابون خیلی دوست دارم. اینجا که میرسم به پل شهسوار. یاد و خاطره شهسوار زنده میشه. بچه‌هایی که تو ایرانی نگه شهسوار رو ندیدی، شهسوار شهر بغلی رامسره. برو حتما این دوتا شهر رو ببین. از دست نده. اگه ندیدی افسوس تسی مانده. افسوس میمونه برات. آره برو. لا غافل نشیم، اینجا خیلی شبیه شهرداری رشت هم هست. شب شهرداری. آره خدایی. بعد از فکر میکنم 1 ماه از کمپ اومدی بیرون، اومدی شهر. 1 ماه و نیم. سر کار بودم نمیتونستم بیام. آره اصل کارش 11 بود، باز من قبل از 10 کارم تمام میکردم میومدم، اصل نمیتونست بیاد. الان اومده مرخصی بازنشستگی کار اولش تو آلمان. کلا دوست دارم صبح تو آلمان بلند شم، این برابوسمو بزنم تو برق، قشنگ میزان. برابوس یه شرکت اسپورت کردنه که زیر مجموعه بنز واسه اسمارت اومده یه سری ماشینا رو اختصاصی سازی کرده. خیلی حس خوبیه آدم میاد اینجا با یه روال زندگی که تو ایران آرزوش بود میخواد زندگی بکنه. خیلی برنامه ریزی میکنی بچینی اینجا. آره برنامه میچینی. آره اینجا تا من بیام برنامه بریزم فلان کار رو بکنم، دلار از 64 تومن شده 74 تومن، 1000 دلار 40 میلیون فلان قد، این بر اون بر، 1001 داستان پیش میاد، تهش هم نمیشه. معروفه هامبورگ. دست نمیدی؟ سلام. پوری تو هم سلام. چرا انقدر دستیه؟ همه جا میاد با آدم. منتظر غذا بدم بهش. آره منم حس کردم چنین انتظاری داره، فقط انتظار داره ازم. این پاهاشو ببین اینجوری صافش میکنه. آره میاره پایین. اصول شنا رعایت میکنه. یه عمر کارش شناه به نظرم. شنا رو از این یاد گرفتن. حتی پرنده های پل شهسوار هم اینجا هستن. کاکوی. از این پرنده ها جانم. خوبیش اینه که پرنده ها نمی ترسن، میان کنارت، فرار نمی کنه. آره
ویدیو رو میبینین دوست دارین اینجا باشین جاتون خالیه. اینا رو داریم میگیریم انگار شما همراه ما این دیگه. روز بهتر بیان شما همراه ما بشین. مشکلی که داریم روی بحث معرفی خودمون توی ایران توی اماکن ما هم ورود کرده. یعنی چی؟ یه جایی مثل پاریس برج ایفل داره میگیم خیلی بزرگه. یه جایی مثل هامبورگ یه دریاچه داره، یه پل داره، یه سری پرنده ها و کاکویا شدن نمادش. شما برید توی یه سری از این فروشگاه هایی که یادگاری و اکسسوری میفروشن، کلی نماد از هامبورگ میبینی که اون شماتیک پلشون هست، پرنده ها هستن و هر کی میاد اینجا یه ماگی یه چیزی یادگاری میبره. توی ایران من ندیدم یه جایی مثل شهسوار، یه جایی چه میدونم مثل پل 33 پل اصفهان، جای مختلف اینجوری یه المانی بخوان درست بکنن، بخوان هم اونجا بفروشن، هم به نفع خودشون باشه، هم معرفی باشه، هم یادگاری باشه. یه نفر میاد اینجا رو میبینه یه حس خوب بگیره از اون یادگاریه. اینو اگر بچه‌هایی که توی زمینه تبلیغات، مجسمه سازی، گرافیک هستن سعی کنین تو ایران راه بندازیم. حیفه واقعا. من خودم هم اعلام آمادگی میکنم. احساس میکنم که تو شهر ما نبوده این شیراز من فکر میکنم اصفهان و اینا باید باشه. نمیدونم بچه‌هایی که اونجا این هستش توی سوغاتیاتون. بچه‌های شمال کمکاری رو کنار بذارید، حرکت کنین. آره. یادگاری درست کنین از پل شهسوار. لیوان بزنین با عکس پرنده مجسمه. یه بهار نارنج هم بزنین کنارش. بهار نارنج پایتخت پرتقال جهان. برای آیفون 16 پررو ببینیم چجوریه، چه فرقی با آیفون 14 داره. آیا 14 رو بدیم 16 بگیریم یا نه؟ یا نه چی بود؟ الکی بود. خب اینجا هم ورودی اومدیم. رفیقمون گفت فیلم تو راحت بگیر. دوستمون ایرانی بود. خب اون 16 پرو مکس همونه که هیچ فرقی خیلی سبک‌تره. خدایی سبک به نسبت 14 میگن که این اعوجاج این برش و تخت شدن کل پشتش توی این یوزر فرندلی بودن و این هندلی بودن، دستی راحت بودنش خیلی تاثیر داشته. منم ببینم چه خبره. ببین اون دکمه به درد میخوره. از یه آیفون دیگه استفاده کن. این آیفون اینجا هم توی نمایندگی شارژ تموم میکنه. بذارین من اینم بگم. 16 پرو مکس قیمتش رو ببینیم. 256 گیگابایتش، ماهانه 60 یورو، 24 ماه. و اینکه 256 نمیخوام 512 ها. نقد و بررسی اهورانیازی رو که دیدم گفت بهترین دوربین امسال رو گذاشتن تو آیفون 16 پرو. بهترین گوشی برای تولید محتوا آیفون 16 پرو فعلا معرفی شده از نظر اهورانیازی. اهورا هم خیلی فن آیفونه. اینه که من زیاد باید چند تا منبع دیگه هم باش چک بکنم. 16 پلاس چقدر خوش دسته. دیدی اونجور که انتظار داره آدم خوبه بازم نیست. به نظرم. آخه تو در نظر بگیر یه نم بارون بزنه، آخه دیگه قاب بذاری اون دکمه کلا میشه هیچ. بدون قاب باید نمیدونم. من خیلی دوربین بهتری احساس نمی‌کنم. بگم واو این دیگه چه هیولایی ها. من کلا گوشیایی که وانهندن رو بیشتر دوست دارم. یعنی سلیقم ایناه. این 16 الان قشنگ خوراک خودمه. مای 39 تا میدی 900 خورده. به نظر من خیلی دوست دارم.
بچه اینم 16 خالیه پروه 16 پروه که قیمت حالا 256 رو ببینیم 256ش ماهی 55 و 38 تقریبا 56 ماهی 65 یورو زدی 1 ترابایت نه؟ ببینید این دوربینی که آقای نیازی گفت بهترینه یا نه؟ میتونید توی تنظیمات دستی کاربردون دکمه رو تغییر بدید ولی بازم جامپ داره رنگین کمون عجب رنگین کمونی الان من اینو با 14 هم میگیرم ببینید چقدر فرق داره اینم تازه با زوم 3 برابریش این دوربینش واقعا بهتره به نظر تاثیر نوره یا نه؟ خب زاویه‌مون هم تغییر کرده اینا چطوره؟ والا آیپدای اپل به کار منم خیلی میاد ساعته چنده؟ چند یورو در ماه؟ زده توی اون باید زده باشه توی این فکر میکنم قیمت ساعت ها رو زده و دیزاین و اینا قیمت ها رو کجا زده خیلی سنگینه ساعتش؟ نمیتونم حملش کنم خیلی دوست دارم دوست داری؟ همین مدلشو 3-4 روز باتریش میمونه باتریش زود تموم نمیشه واو مک استودیو به زندگی چون من اینشو خیلی دوست دارم هالو حالا تو این 2 دقیقه بازی میخوای بکنی؟ ببینم گرافیکش چجوریه تو بازی بالا میاد مگه الان بالا صندلی دوستم آیمک هم خیلی خوبه خیلی جمع و جورو همین زردش خوبه گوگولی زیبا چی شده؟ هم گرافیکش هم سرعتش درب داغونه به درد نمیخوره؟ چی شد؟ تو شاید بلد چپ و راست دیگه بلد بودن نمیخواد که کیبوردش و اینا غیر فعال کرده اطلاعات قیمتیش خدا رو شکر 4799 تا یه دونه ماشین پوله چیزی نیست عوضش از اینا داره از اینا مثلا مکسود پرو نسل 14 علیرغم گوشی های آیفون لپتاپاشون خیلی به لحاظ باتری از همه لپتاپ‌های دنیا سرترن یعنی به لحاظ نگهداری باتری موقع تدوین ویدیوها واقعا حرف نه جدا از اینکه رابط کاربریش هم اختصاصی مال خودشون اینم توی بحث باتریش تاثیر گذاره قیمت انتری مکس چیپ 16 کورش هم هستش 5264 یورو اینجا چه خبره دیگه؟ بازی دیگه هر جا من گیر میکنم بازیه من از اینا دوست دارم برای تدوین خیلی خوبه فوق‌العاده است واسه تدوین قلمش هم خیلی کمک میکنه کلا من دیوایس قلمدار رو دوست دارم سامسونگ بازم بودم به خاطر اینکه اپل هیچ موقع ورود نمی‌کرد بحث این قلمش هم که دیگه فوق‌العاده است دیگه واسه حالا طراحی و واسه همه زمینه‌ها قلمش فوق‌العاده است 1799 بچه این یادگاری رو ما اینجا نوشتیم برای این یوتیوبمون هم بنویسیم بیاین اینجا به این یادگاری یه چیزی اضافه کنید
اینجا باشه که تبلیغ بهتر از این. ولی این اتکلونه خدایی خوب بود. عطر اتکلون تخصصی میفروش. چی بوییه؟ گوته؟ او توش اینا رو داره؟ بعد از گذشت 1 ساعت تمشکی آبی رو داریم. خب اومدیم کلوین کلین. کاپشن مورد علاقه رو یافتم. کاپشن مورد علاقه؟ گود؟ گود قیمت بالا 300 یورو اما کیفیت حرف میزنه. گود چی گوگوله خوبی با منجا ست قشنگی هم با خودش ردیف کردم. رنگش باشه تو جین هم خیلی قویه. گود صدای خفن میاد. فکر کنم وسایل مربوط به حموم و دوش و وان و ایناست. نمیدونم چیه برای شمارش. اینا ماسکه برای پوست. همینقدر طبیعی همین قدر خوردنی هم به نظرم. خوردنی نه برای وانه. هر یه دونهش گفته برای 2 بار استفاده است. نرم نیست. با مزه و خوشگله. 10 یورو دونه این. نگاه اینجوری نصفش کردن بتونی جدا کنی. روش هم نوشته برای 2 بار حمام. صابون با عطر پرتقال. پرتقاله؟ من پرتقال حس میکنم. اینا شبیه کیکن خوردنی هن. من نمیخورم خیلی. یک دو این که اینو بروشم خوشت دستت از این خوشش میاد یا نه باید اینجا خوش کنی. ببینی چجوری عطرش. این چیه؟ اینو دیگه واقعا نمیدونم چیه بچه ها. شما راهنمایی میکنی. اینو میگیری توش اینجوری تکون میدی میذاری خنک بشه بعد میمالی رو مو 20 دقیقه میذاری وایسته بعد دوش میگیری. برای اینقدر بلدم. بوی عطاریای مشهد میده. خیلی جای باحالیه برای حموم. همه چی پیدا میشه برای حموم خفن آروماتیک. اینجا فقط کریسمس فروشیه. به به همه شکلات. هم قدته. از این شکلات بابا نوئلا بگیرم خب قبول میکنی دیگه نگی شکلات ندارم. حس و حال این روزای اروپا فکر کنم اینجوریه. این شب عید خودمون میمونه. اسفند ماه. قشنگ ماهی و سبزه و اینا میارن میفروشن.
اینجا هم شکلات و چیزای کریسمسی زیاد شده، شروع شده، قشنگ شب عیده. فصلا عوض شدن و هنوز پوشیدم نورسفیس. هنگوورم قبل اینکه صبح شه. به به، تو چقدر برنده خفن و خوبی هستی. عاشقشم واقعا. چه چیز خوشگلیه. شلوارش خیلی خوشگله. جذاب کی بودی تو؟ اینجا دیگه میدون امامشونه. میدون امام؟ آره میدون امامشونه. جای زیاد سیفی نیست واسه فامیلی. یعنی خوشگله. پاتوق کارهای بده ولی جای باحالیه. بچه اومدیم یه جای قشنگ هامبورگ. به خودمونم امروز باهاش آشنا شدیم. در واقع اومدیم یه بسته ای رو اینجا تحویل بگیریم که بعداً جریانش رو بهتون میگم، ولی خیلی خوشگله این پارکه. مثلا نقاشی شده، سبز، نارنجی. بریم نشونتون بدم. جای باحالیه، خیلی دوستش دارم. خوشگله. خدا شکرت برای امروز، برای همه اتفاقات خوب امروز. چه شب رویایی داره ما. چقدر شبای هامبورگ خوشگله. اینجا قبلا هایم بود. دقیقا همون بغل یه دونه هایم جمعش کردن به خاطر اینکه رو خراب کرد. یه هایم خوشگل میزدن. بندر هامبورگ، بندر هامبورگ میگم، مثل اینکه اینه در واقع. ولی خدایی به به، خدایی به به، عجب بندر هامبورگی، چه غروبی. تصویر پشت نارنجیه، برگام. قشنگتر از این غروب بندر رو نمیتونست نشونت بده تو ویدیو. برای این صحنه ولاگ بگیری. خدا رو شکر. ایمان نمیاری؟